او پرزیدنت که ما میمونیم او آدم زورک میبود دیگه نشه او پرزیدنت وظیفه دزدی نداره اگه کار کردن نمیتونه که بوده فقط باید 24 ساعت کار کنه کم استراحت میکنه در خدمت ملت میشود او پرزیدنت کار کنه باید داره ملت 10 تا نیرو نظارت میبره او پرزیدنت هیچ کار کرده است اگر هر کسی که مونی هم سه با کمک وایداد میگم میگه میره پرزیدنت وظیفه نیست که گفتی که برو با چرا و دیفکنا بگرده هر یار هفته در مونو بود باشه یا هفته دیگه در گفتی که سیرداریا باشه یا هفته دیگه در بوله کی روز کرده کی چنون داره این یک صبور باشه تری نیست دیگه او پرزیدنت خدمت باید بکنه شکمش دام نه بود پرزیدنت باید خدمت کنه این پرزیدنت کیلوش میکشیم 80 کیلو با بعد پرزیدنتش میبینیم که اگه 85 کیلوش داره میفهمیم 5 کیلو زیاد است بود است همش نخرید او پرزیدنت تری نیست که پرزیدنت شده که بچه‌ش بگیره رئیس فلان و دخترش بگیره تری دخترش حرف شو بگیره گپ نیست او پرزیدنت شوی من نوشیگرم پرزیدنت شوی در کارش ندارم برام اما برای خدمت کردن در کورای چونونه که رسول حضرت معاذ میگه من استعملنی من یعنی که اگه وظیفه بدی که من کار کنم میگه چیه اینها الامانه و اینها الخزي یوم القیامه این وظیفه امانت است و امانت خوری روز قیامت باید که پرزیدنت که میخواهد در وطن خدمت کنه او باید نان نخره بشکم سر تا اینکه آخران فرد این ملت سر نباشه او باید که 24 ساعت در فکر احوال و تفحص این ملت مردم باشه باید بگرده نظارت کنه که ملیسا چیکار کرده است امنیت خونه سوخته چیکار کرده است کروپسیا چیکار کرده است برق دکیجو برق داده است گازش دکیجو گاز داده است گایش چیکار مردم کار کرده است پول گرفته است همه اینا رو باید نظارت کنه او که با پوش پرتو خچ 806 عرق 25000 دلار خورد در گریمش درمد 80 100 عروس در پیش آوردن بود او با ملت خدمت میکنه دیگه شکمش میشه 3 متر روش میشه یعنی که رحمان فی لعنت کرده الله دیگه دامو پرزیدنت در که ملت خدمت کنه ما برای ملت لازم داریم یا مدیر لازم داریم که خدمت کنه هر کسی که خست گفت که بله من اومدم برای همین خدمت کردم مرحبا پیش بود رویا بسم الله ملت آوازش داد میبره پرزیدنت میشه خدمت میکنه برای ملت یکی برای خوجه احمد نیست که همه رو برن پیشوای ملت اساسی صلح و وحدت پدر لعنت کردیم آدم در دنیا و 26 کمی کلام داره خونه سوخته این 7 دختر خونه سوخته را دیگه هر یک اپا و خواهرش 10 12 فرزندی داره همه اینا رو تامین کردن دیگه در ملت یگان چیز نمیمونه پرزیدنت آینده باید یگان نفر ای نزدیکاش ای دومادش ای اویش یگان مقامات کار نکنه تنها خودش باشه باید بگیره بچه‌ش یگان کسی باید کلی حفاظت کردنش مشکل نداره ولی اینکه فلان وظیفه و مقامونه بسنجیش 10 بار بسنجیش با خودش میگه من میتونم نه برای جای دزدی نمیمونه چی نهادی نظارتی تا بمون برای نظارت کردن یگان راه دزدی پیدا نمیتونه کرده یگان کس